دخترکای خوش رو پیش من ببینید چقدر موی سر نرشانی همش مویهای دراز انا از صفحه مگزین 24 آنلاین همه اینوی من زکاس کردم آوردن یک دوتاش برای خودم انتخاب میکنم برای من چی پسند اومد که نرخ خیلی دسترس است گفتم اینقدر نرخ ارزان بعد این مویها را یگان خیلی استفاده کرده میشود گفتم به ملال اتوژو کرده میتوانی واسه من شما نشون میدم نمودی مویها را شما میتوانید ارزان است برای خود گیرید یک وقتا سالن میرم پوشم برای یگان پرچسکه میرود و میگم مویش مو نمیشه مویش مو خیلی یا درازتر باشد مو غوض باشد انا مخصوص برای همین پرچسکه های خوش رو من همین صفحه را فرمایش دادم که برای من یک چند نمونه رشوانی بیارن که من برای خودم یگان تاشا گیرم خیلی این علاقه کرسکش کردگی تایو دیده به هر ماه خوش رو میگوی ناتورال نیه اینه بینید گفتم که اجرا کرده می شود نمی سوزد به حد خوش نرخای این نرشکا 100 چند سومان بلنده از 100 بلند تمام خیلی 5000 4000 نیستن کسی موی سرش هم خیلی رنگ داشته باشد گیره نه هم مچ زکاش تیار زکالکاهاش چسبوندگی از اون نمی کشیم هم نموداش هست چون صفحه خوبه دارید صفحه باش ما چند چیزای دیگرم میروبیم لینزه برای چشم کرسه هر نمود عطرهای خوشبوی نبا انه خیلی نرشکا هست که مخصوص در چخال گذاشتگن که بیران نشود اینش کودری کردگی نه کسایی که دخترهایی که روی مول میکنن انه ایته روی مول انمی نکنین موهاتون فسانی بد میشود از من از چخالش برارم بینین خودش تا خوردگی علاقه تایار هم خیلی زکولکا چوشر در موی سر تا میچسبانه اینه یه موی خوش روی آزاده پشتی ما چند تا خواستگار میبین خانه تا هم فکر میکنم ما اختانه دخترکای بیشوده بعد هر ویاش هسته رزمیر میگن که انا اینه میدونم چند سانتیمتره با 1 متر دارن 1.5 متر دارن انا کسی درازی بده دوست نداره اینه بینی در حقیقت میگوی ناتورال عموما فرق نمیکنی شاید همین ناتورال باشد ما چی خیلی چیزی که ارزان تر شد فکر میکنیم که این ناتورالی نیست برای که صاحبش گفت که همه کار کرده میشد پلویکا استفاده برده میتونین نه باز یک تای دیگه برای آدمایی که رومال میبندن سجیم دارد تای یا رکک پرچسکای تای یا پشتی رومالتون به انقی خوش رو میتواد انا اینش 1 متر دخترها بینین چه رنگی خوش رو خیلی سرای ما رنگ سویتفاش دیگه همه رنگ داریم موی سریعت همون سرخه موی سریعت همون زرده نه کسی که موی سرش انم خیلی رنگه میتونه اینکه نمینه گیریم به حد بقیت موی سرتان یک تا میشود اینه باز از 1 متر این رنگش سویتی خاکی اینم به حد خوش رو دیده انا این بطیقی موی سری من است انا اینا من برای خودم میگیرم علاقه تا انتخاب کردم در رنگ موی سر من موننده کسایی که رنگ موی سرشون سیاهه سیاه با نه خیلی چولکه های تیار است اینجا رومال بولو چولکه میکنه خوشوره فرق نداره هم قیکی رنگو فرق میکنه این رنگ زرده سری من سرخه اگر روی سرخ میبینم من نمیفهمیدین اینه با چولکه سیاه از این نمودی عطرها برای زنای شوهردار دارن نرخ دسترس قطعی در ترکیبشون فیرمون دارن برای مخصوص زن و مرد تیار کردگی که این محبت زیاد کنن از اینو هست انا کرست های دشتایشی یعنی نفس کشد بینین چقدر خوشروه بدنتون عرق هم کنند حساب انا خیلی سراخی دارد عرقی بد نمیکنه بدن نفس میکشد بعد انا خیلی لمکه دارد راحت میسته در بدنتون کرست لاتکس نی گرم کرد برای مخصوص فصل تیرماه و زمستان است فابرلیک
زوریش در چیه؟ بگم نمره 1 در جهان شده خطا نمیکنیم. وقتی که فابریک بود دیگر شرکت ها نبودند. فابریک هر 21 روز از اویلیک تون میته پلوس بونوس تون میته پلوس مادر پلی، یعنی که شما تولد میکنین مادر پلی تون میته. بعد ای خیلی آدمی زاده بعد ای سر شما بالا شما نمیسته کار شما را فرزند شما مادر شما یک دیگر شوهر شما پیش میبره برام خب بالاتون نمیسته. میگه خرید میکنی فابریک چیزی که در همین خانه خرید میکنید در در مغازه میره 1000 سومون خرید میکنید ای فابریک در 200 سوم 300 سوم خرید میکنید تا چند یک به همین خانه در روزگار خانه بخری صاحب اینم قپدر کونه این نبوره ببینین این نبور خودش میدونین چند سومونه یک فابریک برای شما را به پول میته. فقط خواهش با کار داشته باشین شوستیرک باشین ایجاتون نمیجمه فقط تلفن واتساپ در کارای تمام که دایرکتری با بهترین داشته باشین شما رو دستگیری کنه. امروز پرازنیکه ما همروی کرشما بانو قدی دو درکش خونه بی بیش میریم ها و دیخیم نه محمد جان دیک چه وف ایسته جونی ششده تیم همونش اپاو دادن فقط سوسه میگن کرشما چه دارم میکنم خدایی Роднее найдешь, даже если ты планету обойдешь. Роднее. امروز هوای کشور بارانی است. این همش فیض است، برکت است. امروز در کشور ما جشن کنستیتوسیون است. ما امروز با پورگی در خانه حولی ما بودیم. قطی کودک با نه خانه 92 برگشته رفتیم. کرشما جان از بازی را از کار از خلیگانی را خوش برده. این اکاز خواه من نمیدانم که ای با شب بیدار میشته باشه یا نمیشته باشه. شب بیزه برای که و شب در روز مویا غمیت یا خوروی نمیموند. ساعتی که باید سهر رود ای آمده ساعت 6 به بعد خوش بود. خیلی میشته باشه و تا ساعت 12 یکی شوی. خلاصیگه بعد محمد جانم در خواب کرد. هر دوش خواب بودن. ما برداشته اینا را خونه در آوردیم. همه را تاریک کردیم آرامی. لیکن کرشما ساعتی 9 خیست. محمد جان باشد ساعتی 7 بود 8 بود خیست. 1 ساعت خورفت. این هر دوش حاضر ساعت قریب 12 بدارن. ولی نامعلوم که اینا ساعت چند با خواب میکنن. کرشما باید سهر صدیق روه. یه وقتا باید خواب باشه. بازی دیر خواب میره خوابشا نمیگیره سهر گپی مرا نمیگیره. بیچاره نم خیلی بلند گپ زدیسته مرا گپ ما بریدیسته. ماما جان چی گفتنی تامین؟ اولاده بچم بچ ای بچ باز ترا میگن لور